السلام علیکم و رحمت الله و برکاته. بینندگان عزیز و گرامی، انشاءالله که امروز با یاری پروردگار میخواهم برای شما عزیزان طرز آماده کردن رولت را نشان بدهم. رولت ما از خمیر بیسکویت آماده می شود. شما بیننده برنامه های ما باشید، نوارهای ما را به یاران و دوستاتان روان کنید تا آنها هم بیننده باشند. حال بسم الله الرحمن الرحیم گفته شروع میکنیم. اول 4 دانه تخم داریم در اینجا. تخم ها را میشکنیم در داخل ظرفی که در پیش که هست میگیریم. اینا بسم الله. اینا به همین ترتیب میشکنیم تخم ها را که شکستیم در داخل ظرف گرفتیم. حال با میکسر اینها را آمیخته میکنیم. بسم الله. اینا بینندگان گرامی، یک کمتر که تخم را با میکسر که زدیم کمتر خف کرده بینیم. حال شکری که در اینجا داریم 170 گرم شکر است. این را دو تقسیم میریزیم در همین. حال بینندگان گرامی تا آخر همتر میزنیم میره که شکرمون آب شود. باز همی سفیدی که هست پدیان بتید هم سفید می شود. این حال بینندگان گرامی ببینه که چقدر خوب ماشاءالله پدیان داده است. انا اینجا 150 گرم آرد داریم. یک پشکه رزخیتل که داریم، یک قاشقچهش لازم می شود. تقریبا 6 گرم رزخیتل همراه میکنیم. این مقدار 6 گرم شده است. حال ایران میکوبیم، بگیم که ارلش میکنیم. خب بینندگان گرامی، ما میکسرمون سرعت پس میکنیم، با سرعت بلندی را نمیکوبیم که میشینه. این ترتیب قطعی کفایه است. حالا کم کم همراه میکنیم. به همین ترتیب بینندگان گرامی که تا آرد ما خلاص شود. این حال بینندگان گرامی خمیر آماده شده است. انا لیستی که ما داریم، لیستمون درازیش 36 سانتی متر است، فهمیش 33 سانتی متر. اینا خمیرمون در لیست میریزیم. حال بینندگان گرامی اینا به همین ترتیب قطعی تنه کرده در لیست. گرامی خمیرمون در لیست گرفتیم، میبریم در دخوفکه میگذاریم. حرارت 200 درجه باشد. 13-15 دقیقه پخته میشد. باز وابستگی به دخوفکه هر یک شما دارد بینندگان گرامی. بینندگان گرامی این رولت ما در مدت 15 دقیقه پخته شد. حالا رولت ما از داخلی دخوفکه میگیریم. این حال بینندگان گرامی خمیرمون با یگان پارچه برهاشه میبریم که رولت ما بگیریم از لیست.
ببینین خمیرمون که گرفتیم در حال اون طرفش میگردونیم. ایره نمیستیم که بسیار خنک کشیده، اگر قاق میشود اینه به همین ترتیب قطعی نمی کاغذ بالاش میگیریم. اینه به همین طرف که گردوندیم ولی میپیچونیمش منطقه گرم و گرم نوسته خنک نشه. اینه ببینید چقدر راحت است پیچوندن این رولت. اینه ول میگذاریم که کمتر خنک شود. ول بینندگان گرامی رولت ما گذاشتیم که خنک شده است. از این کاغذهای برای زیر تورتا که هستند از یک تا میگیریم در زیرش میگذاریم در زیر رولت ما. اینه خب خمیر باز کردیم. 250 گرم ورنی کلوبنیکی داریم در اینجا. با ورنی قطعی این بار درست میکنیم. این همین ترتیب قطعی ورنی را میریزیم. خب بینندگان گرامی این خیلی نیاز به قنداب نداره خودش، چون که ورنی ما تنکتر است در زیرش میروم. خب ولی بینندگان گرامی این طرز پیچاندن رولت هم میبینین. این تا میگیریم. خب این هم خیل این باز به همین سرچاقی که داریم کمتر این خیل برده. این ببینید چقدر راحت میروه. این راحت خلاص. ولی کاغذی که در زیر بود با این میپیچونیم باز. این بینندگان گرامی طرز پیچاندن رولت. بینندگان گرامی شما بگذارن که رولتتون در یک جا باشد، در خلدنی باشد، بهتر 3-4 ساعت دم بگیره، بعد از اون استفاده کنین خوب میشود. ولی من برای شما نشان میدهم. مثلا باز از این کاغذ پیچانده بودیم باز بازش میکنیم. اینه حال میبریم. بسم الله. داخلش نشان بدیم باورینی بود. ببینید بینندگان گرامی چقدر نرم است، خمیر ملایم دارد. ببینید که همون رولتی که پیشکش ما بینندگان کرده بودیم همون است. ابونه شدن فراموش نکنین. نوارهای ما را به یاران دوستاتان روان کنین. انشاءالله که شما هم از همین گونه رسیپ‌هایی که برای شما گفتیم تیار کنین، آماده کنین. خوشمزه است، خوشتان میاد. الله یار و مددگارتان باشد تا نوارهای بعدی. السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.